مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه آدمکشی یا دقیق‌ترش قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبر دیده شده است خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن نویه ورزاب که پیش با جرم قاچاق مواد مخدر بر اساس ماده 228 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه زندانی شده است، با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی دستگیر شد. خود دستگیر شده و او نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات نامبرده صبح بر وقت 14 آگوست سال 2023 تخمیناً ساعت 05:00 دقیقه هنگام در کوچه یکم ماه پایتخت قرار داشتنش به یگان اساس با مرد 59 ساله ساکن نویه رودکی مناقشه نموده دشنامه قبیل داده و رولت و کوب نموده است. در نتیجه جبر دیده ضرر وزین به سلامتی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده بعداً به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر ماجرا و سبب مناقشه ساکن ورزاب با ساکن سالمند نویه رودکی گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که اویل به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. بر اساس ماده 112 قسم 3 بند و به ساکن ورزاب برای قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث فوت جبر دیده گردیده است، همچون جزا از 12 تا 15 سال زندان تهدید می کند.